این فرد رو اکثرا میشناسید. درسته، شان دیدی، رپری که تازگی‌ها با اتهامای وارد شده بهش بعد رو توی مجلات گیر کرده. توی این ویدیو قصد داریم به پرونده این رپر بپردازیم. جا داره بگم به علت طولانی بودن ماجرا در 2 یا 3 اپیزود به این پرونده خواهیم پرداخت. بریم برای قسمت اول. شان دیدی متولد 1979 در شهر نیویورک، یک تهیه کننده موسیقی و کارآفرین مشهور در صنعت موسیقی هیپ هاپ بود. اون در اوایل دهه 2000 با همکاری هنرمندان بزرگ این ژانر به سرعت به شهرت رسید. دیدی به عنوان فردی با ارتباطات گسترده و نفوذ بالا در صنعت موسیقی شناخته میشد و بسیاری از هنرمندان جوان برای پیشرفت توی این صنعت به اون اعتماد می‌کردند. با این حال پشت این چهره موفق اتهامات جدی از تعرض‌های جنسی و سوءاستفاده‌های متعدد وجود داشت که سالها پنهان مانده بود. اولین بار توی سال 1990 زنی دیدی و خواننده R&B آرون هال رو به تجاوز جنسی به اون و دوستش متهم کرد. بین نوامبر و دسامبر 2023 دیدی توسط 4 زن از جمله دوست دختر سابقش کیسی وانتورا به سوء رفتار جنسی متهم شد. در 1 اکتبر 2024 واشنگتن پست گزارش داد که تیمی از وکلای دادگستری 120 شکایت دیگر رو در مورد حملاتی که در طول سالهای 2000 و 2010 رخ دادن تشکیل خواهند داد که 25 نفر از اونها زیر سن قانونی و نیمی از قربانی‌ها مرد و نیمی زن بودند. برخی ادعا می‌کنند که مواد مخدر دریافت کردن یا به اونها حق السکوت پیشنهاد داده شده. نام متهمان دیگری غیر از دیدی هم توی این دعاوی وجود داره. در 10 اکتبر 2024 یک قاضی فدرال 5 می 2025 رو به عنوان تاریخ شروع محاکمه جنایی دیدی تعیین کرد. سال 2024 دیدی نسبت به تمام اتهامات جنایی فدرال خود اظهار بیگناهی کرد. شان دیدی به خاطر برگزاری مهمانی‌هایی که همه لباس سفید بر تن داشتن شهرت داره. اون یک بار این مهمانی‌ها رو شکستن موانع نژادی یا شکستن موانع نسل‌ها توصیف کرد. اولین مهمانی توی تعطیلات آخر هفته روز کارگر در سپتامبر 1998 برگزار شد. طبق سنت اصلی مهمانی سفید شان کومز در خانه اون در هپتونز برگزار می‌شد. آخرین مهمانی سفید در 4 ژولای 2009 در بیورلی هیلز برگزار شد. تامس ووب، کارشناس سابق صنعت موسیقی، در خاطرات خود بازگو میکنه که سطوح ورود طبقه‌ای وجود داشت. به این معنی که برخی از مهمان‌ها به مناطق و فعالیت‌هایی دعوت داشتند که برخی دیگر از مهمانان اطلاعی از اون نداشتند. در طول سالها هر کسی که باشه در یک یا چند سال در مهمانی سفید دیدی شرکت کرده. بازیگران، نوازندگان، مدل‌ها، افراد اجتماعی و غیره اگر به اندازه کافی خوششانس برای دریافت دعوتنامه بودند به این رویداد می‌رفتند. آریتا فرانکلین، جیزی، بیانسه، کیم کارداشیان، پاریس هیلتون، سارا جسیکا پارکر، لئوناردو دیکاپریو، اشتون کوچر همگی در یک مرحله از مراسم پارتی سفید شرکت داشتند.